سلام بچه، خوش اومدین. من پویانم و اینجا چنل سولچیه. خیلی ممنون که دوباره انتخاب کردین منو ببینید. آقا اومدم با یک ویدیوی زیبا. همونجور که داشتم اینستاگرامو میگشتم و چرخ میزدم با یه سری ویدیوهای زیبایی مواجه شدم و فهمیدم که ما چقدر زبانمون خوبه، چقدر اطلاعات مفیدی تو این اینستاگرام هست، چقدر این برنامه خوبه و من چقدر ازش استفاده نمی‌کردم. دوست داشتم که اونایی که دیدم واقعا ارزشو داره، ارزش خوبا، اونا رو بیارم و با هم ببینیم. چی بهتر از این؟ پس قبل اینکه ویدیو رو شروع کنم و بریم سراغ این ویدیوهای خفن، دوست دارم که چنل منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و چنل اینستاگرام هم میذارم اونجا منو فالو کنید، اونجا با هم صحبت میکنیم. وقتی وارد جایی شدید که از قبل شما رو میشناسن، زمان راه رفتن سعی کنید قدم هاتون کشیده تر و آرامتر باشه، زبان بدنتون هم خیلی اسلو باشه، اینطوری جذابتر دیده میشید. سلام، احوال شما خوبین؟ حتما هم باید نوع صدا سلام احوال شما، یعنی اینجوری که مثلا بگی سلام احوال شما، نه، سلام احوال شما. سوالی که برای من پیش میاد اینه که چرا اینقدر همه دارن سعی میکنن صداشون رو اینجوری کنن؟ امیدوارم عالی باشید. و اگر وارد جایی شدید که شما رو نمیشناسن، شناختی ندارن، برای اینکه مهمتر دیده بشید سریعتر راه برید و زبان بدنتون لوله گازی که این اصلا کلا همه چیزی که داره انجام بذار سعی میخواد راه بره. سلام، احوال شما خوبی؟ سلامتی؟ حالتون چطوره؟ و یه مقدار جدی‌تر باشید. یعنی پس سلام احوال شما خوبین؟ الان این خوبه؟ یا اگه مثلا تون بیام یعنی که سلام. این الان بد بود؟ وای اینو من دیدم. این خداست. این یعنی استاد آریان بهترینه، یعنی دیگه الان از به استاد آریان بهترین نداریم. آقا اول از همه من میخوام نظر چند تا چیزو به شما یعنی بگم که شما متوجه بشین. آیمک و اینا هیچ کاری نه. چرا مثل آلن دلون حرف میزنه؟ استاد آریان بله درسته که میگن آزمون دادن استاد آریان؟ بله، یعنی الان من بگم بله دیگه استاد آریانم. بله چرا؟ وای درسته که میگن آزمون دادن تو ایران و خارج فرقی نداره؟ بعد داره ازش سوال میپرسه، میگه مثلا رایت یا درسته و غلطه. بعد تو اگه مثلا داری در مورد زبان و اینا صحبت میکنی، یا مثلا میگی رایت یا میگی true false یا correct یا incorrect. واسه جوابای منفی ببین چی میگه. این سخت‌تر از پیپره؟ bullshit اگزامینرهای اسپیکینگ تو ایران مثل سایر کشورها آموزش دیدن؟ میشه تو آیلتس تعلق وای. حالا من اصولا سعی میکنم یعنی واقعا تا جایی که اخلاقیاتم اجازه بده راجع به ظاهر کسی قضاوت نکنم. هر کسی خودش میدونه که چه اینجوریه. ولی اوکی تو میگی رایت، دمت گرم داری اطلاعات میگی، بعد چه یهو میگه بوشت، بعد با همون رایت بوشت. بعد من خب خیلی به زبان علاقه دارم، مخصوصا استاد آریان که اصلا خیلی دیگه حالمو جا آورد. شروع کردم میذاری گشتن با ایشون آشنا شدم. Nice to meet you. Me too نگو غلطه. You too. I don't like it. Me too نگو. Me neither. من الان ببین با شیوه آموزشش رو دوست دارم چون یاد گرفتم. فقط نمیدونم چرا مثل حضرت ابراهیم اول یه سری گل پرت کرد سمت تخته. بعد من خب فکر کردم مثلا خواسته یک مثلا یه چیزی باشه که مثلا حالا مثلا یونیک باشه اینا. بعد نگاه کردم دیدم همه ویدیوهاش هم اینجوریه. یه دور دیگه اون قسمت گل رو من میخوام براتون بیارم. وای خیلی خوبه. چرا آقا وقتی خب اشتباهه یه جوری میگه اینا نگو، یارو میبینه به خود. خب آقا من بلد نیستم اومدم از شما یاد بگیرم، شما یه ذره میتونی آرومتر آقا پرویز با ما صحبت کنیم ما یاد بگیریم. بعد اینجا بعد فهمیدم که به گل و گیاه علاقه داره. وارد صفحه شد، جاش معلومه. قبل اینکه بیاد ترجیح داد که یه ذره خاک برامون بپاشه که طبیعتیمون کنه.
I came with my car, with my car نگو. I came in my car. They came on two buses. توضیح هم پایینه. اون تیکه اولی گفت اصلا من کلا اولش نفهمیدم. خب دیگه ایشو همینه. بعد هی بیشتر علاقه من شدم به زبون خارجی. گفتم بذار برم بیشتر بگردم. توی آلمانی میخوای بگیم مثلا اینم همون نکته‌ایه که بهتون گفتم در موردش صحبت. خیلی کار خفنیه که یاد میدن و اطلاعات عمومی همه آدما میره بالا. چرا عادی نکنی؟ چرا حتما باید در این وضعیت انجام بدی؟ حالا تازه ایشون داره آلمانی میگه که اصلا دیگه آلمانی خفنه. یادم رفت این نکته رو بهتون بگم. توی آلمانی میخوای بگیم مثلا میشه zum Beispiel یا beispielsweise. یاد رامشتاین افتادم. beispielsweise. وایت میشه سفید، گرین میشه سبز، یلو میشه زرد، بلو میشه آبی، بلک میشه سیاه، رید میشه قرمز. امروز یه سس آلمانی براتون موجود کردیم که اسمش کونه. شاید به نظر خیلی عجیب بیاد ولی اسم این سس واقعا همینه. یعنی دیگه از هر روشی دوستان استفاده میکنن که علاقه‌مند بشی. آقا دوستان، کسی هر کی ویدیوی منو میبینه اگه کون خواست، یعنی این سس کونو خواست، بره تهیه کنه. اولین بار تو ایران فستیوال وگن هستش. اینجا این نیمرویی که میبینین نیمروی وگنه، یعنی از مرغ نیست، نیمروی کاملا گیاهیه. نیمروی چیه؟ گفت این فستیوال وگن پکن. بذار به حالت این آقاه بگم. وگن نه، ویگن. آقا خواننده مگه نداریم؟ خواننده ویگن وگان نگو، بگو ویگن. و خب من شخصا غذا خیلی دوست دارم و هی اینجوریه که میرم سمت چیزهای مختلف و اینستاگرام هم هی داشت منو میکشون به چیزهای مختلف و با این آقای خوش صدا و خفن آشنا شدم. یه دیپ درست کنیم برای آخر هفتمون. برو بریم. وقتی روغن زیتون رو کرده دیپ میخواد درست کنه. پیاز رو اضافه میکنیم و به مدت 20 تا 25 دقیقه با حرارت کم میذاریم. ردیفه میذاریم تلشه. بعد سرکه بلزمیک 2 دقیقه دیگه میذاریم. سرکه بلزمیک برای درست کردن سس پنیر خامه‌ای، ماست، اوکی، مایونز. سس جانم چی سس؟ ووستر سس. خب ببین اسمش که میدونم سخته، ما نمیدونیم وستشره، وستشیره، که خیلی چیزهای مختلفی داره که سخته. به ادیتور میگم اگه بشه تلفظ صحیحش رو برامون بذاره ما یاد بگیم. فکر کنم با سوسه آشنا بود. ووستر بیا اینجا ووستر تموم شد. برو ووستر جون. و خب من از این آقای خیلی خوشم اومد، گفتم برم یه ویدیوی دیگه ازش ببینم. خوب باشه. امروز میخوام براتون یه پستا درست کنم با اسفناج. پستا؟ آخه میدونی درستش اوکی. خیلی هم اکونومیه. چرا؟ آقا میخوام امروز براتون پاستا درست کنم، خیلی هم ارزونه، خیلی مقوه اون به صرفه است، خیلی مفته، خیلی آشغاله، اکونومیه. مگه صندلی هواپیمای اکونومی نکن شارخ جون. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون یه پستا درست کنم با اسفناج. خیلی هم اکونومیه. بریم با هم درستش کنیم. ببین یا حسین اسفناج خورد میکنه. داداشون تختر میخوای بیا بزن سر من. اینجوری نمیشکست، اینجوری خورد نمیشه. البته خب دیگه با این صدا که نمیاد اینجوری پوست بکنه میزنه تو سر سیب خواهر مادرش. اسفناج خورد میکنیم. نصف روغن. وای این لغلق این داره رو مخ من. زیتونمون رو میریزیم. سیر خورد شده. اسفناج اضافه میکنیم. ردیفه، نمک، فلفل سیاه. تمام. تاسه خوب. خب بریم بلند کنیم. مخلوط. من بچه‌ها چون ماها انگلیسیمون خوب نیست براتون ترجمه میکنم. ما مخلوط میکنیم. درسته این اسمش بلندره، البته ما میگیم مخلوط کن، بلندر نیست، ولی خب بقیه روغن زیتونمون، پنیر پارمزان حله. ملاقه آب پاستامون استفاده. مرد مومن قربون اون صدات ببر. شما الان گفتی چی؟ آب چی؟ آب
آب پاستامون. خود تو که میگی پاستا، چرا اینجا باید بگی؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون یه پاستا درست کنم با اسفناج. آقا یکی مثلا میگه کلا افتاده تو دهنش، هی میگه پاستا پاستا پاستا، چرا دیگه؟ بعد خب دیدم آشپز خارجی میخوام، گفتم براتون یه آشپز خارجی بیارم. تجربه 22 سال زندگی از آمریکا رو آوردم ایران، کف تهران. بچه‌ها تموم شد تجربه 23 چند سال، بذار اشتباه نگم یه موقع این همه آدم زحمت کشید. تجربه 22 سال تو تکست نوشته 23 تموم شد، یه سال رفت تو پاچم. تجربه 22 سال تو آمریکا رو آوردم ایران، کف تهران. فقط من نمیفهم زندگی تو آمریکا چه ربطی به سرآشپزی داره، ولی خب آمریکا الکی نیست. بریم برای املت آمریکایی. تو مرحله اول املت آمریکایی، 95% گوشت، املت آمریکایی، بیکن آرمن. اوکی تا اینجا ردیفه. بیکن آرمن، املت بیکن 95%. بیکنای تنوری شده آماده. اگز چی بهش میگفتین؟ تخم مرغ؟ اگز چی میگفتین؟ تخم مرغ؟ تخم مرغ؟ اگز چی بهش میگفتین؟ تخم مرغ؟ بعد حتما هم باید اینو تو ویدیو بگیره که دیگه متوجه شه که خارجی و شکسته میشه و اینا رو بلده ها، ولی تخم مرغ رو نمیدونم. ساسج اگ اینو میذاریم. سوسیسای پخته شده میذاریم روش. برای ساسج اگ سوسیسای پخته شده، یعنی یه کلمه یه جمله گفت، دو تا ساسج اگ سوسیسا رو میذاریم. حل. روی همشون مشروم یا همون قارچ میاد. ببین این دیگه خنده کیرینج نمیدونم چندشه، یعنی دیگه اینجوریه که خیلی مخی. ماشروم تازه است، ماهی یه دفعه میاد. پیاز میذاریم. مثل منم چون رم میزنه کاملا میفهمم که ما سم میذاریم و اینا رو یه ذره خوب نمیگیم، ولی let's go let's do this. زیتون سبز. زیتونو میتونه بگه، تخم ما رو خاله بگه. رو همشون زیتون داریم. همشون زیتون. 3 اسلایس گوجه میاد. 3 اسلایس دلمه میذاریم. هالپینیو میذاریم. البته یه ذره تو به خدا فقط کاش که اون آهنگ زیرشو میتونستید بشنوید، یا آهنگ ایرانی دنبالم بامبال دفان دنبال گپال. بعد این 23 سال تجربه آمریکا. ولی خب اگه تون دوست دارین هالپینیو بزنین روش، اگر نه بگین نذارین، دل بخواهیه. پنیر استفاده میکنیم. اینم چرا فقط اینجا شده؟ خودمه که از اون برا آوردم. حالا وای دو تا اتفاق پشمریزون. اول گو ادویه رو خودم آوردم، بعد توفک اصلا داداش این ادویه رو یه ذره بچکون رو این غذا. اینم ادویه مخصوص خودمه که از اون برا آوردم. حالا همش میره تو فر که الان همش میره Oh my goodness, oh my favorite فنرباغچه. وای تو فر که تنوری بشه میشه املت تنوری. اینم از جدیدترین صبحونه آمریکایی ایرانی با استایل تماما آمریکایی. این صبحونه هم تو لس آنجلس هم بهتون نمیدن که داره بهتون تهران میدن. معلومه نمیدن، به خاطر اینکه این آشغال فقط اینجا هست، اونا همچین چیزی نمیخورن. که رو همه ساندویچامون میخوره. این دیگه املت رو درست که نمیتونم بهتون بگم توش چیه. این بیکن. وای من همش دلم میخواست این سسه رو به وای. الان چیکار کنیم که نمیدونیم این سسه چیه داستانش؟ حالا شت دنگیت شت مای گاد. سس که رو همه ساندویچامون میخوره. این دیگه سیکرت مغازه ماست، نمیتونیم بهتون. تمومه سیکرت مغازه. ببین قالبی در میاریمش. این هم ساسج اگ ماست. ساسج اگ ما فقط سبزیجات داره. خب دوباره میره تو فر. در همه نونا بسته میشه. این از خوشمزه ترین متنوع. این صبحونه هم تو لس آنجلس هم بهتون نمیدن که تموم شد. تو لس آنجلس هم بهتون نمیدن.
واقعا زیبا بود، واقعا چندین درجه اطلاعاتم رفت بالا و الان دیگه متوجه شدم که آدم باید چی میگن تخم مرغ، الان تخم مرغ رو دیگه کامل بلد شدم، نوع روش راه رفتن رو یاد گرفتم، اطلاعات آیلتس هم رفت بالا و تمام مواد غذایی رو خوب شناختم. ببینید دیگه چی از این بهتر. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین و خیلی ازتون ممنونم که منو دنبال میکنید. اگه دوست داشتین چنل منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید ببینید از این ویدیوها دوست دارید یا نه. برام حتما بنویسین تا یه ویدیو دیگه و یه سلچه دیگه. فعلا